امروز ملت یمن مظلومند، دیگه از این ظلم بالاتر نیست. در ماه حرام، ماه رجب ماه حرام است. مشرکین مکه هم وقتی ماه رجب میشد جنگ رو قطع میکردن. از مکه زشتر و بدتر از مکه امروز کسانی هستند که در ماه رجب، ماه حرام، خانواده های یمنی رو به عزا می نشانند. در یک شبانه روز 100 بار 200 بار با هواپیما حمله می کنند به یک نقطه‌ای به بهانه‌های واهی، با استدلال‌های غلط، با ادعاهای دروغ. این ملت مظلومی است. ملت یمن ملت مظلومی است. ملت بحرین ملت مظلومی است. ملت فلسطین دچار مظلومیت مزمن است. سالهای متمادی است این ملت زیر فشار است. ما از مظلوم حمایت می‌کنیم، هر مقداری که بتوانیم، هر مقداری که توانایی‌های ما، وسع ما باشد، وظیفه ماست. اسلام به ما گفته است کن للظالم خصما و للمظلوم عونا. این سفارش امیرالمؤمنینه. ما نمیگیم انصر اخاک ظالما او مظلوما. این شعار جاهلی است. گفتن اگر برادر ظالمم هست یا مظلوم هست باید ازش دفاع کنی، حمایت کنی. قرآن این رو نمیگه. معرفت اسلامی این رو منع میکنه. اگر ظالم هر که بود باید با اون مقابله کرد، جلوی ظلم رو گرفت. مظلوم هر کی هست باید از اون حمایت کرد. مراقب باشن کشورهای منطقه. سیاست دشمنان این منطقه و دشمنان این مجموعه اسلامی ترسوندن این کشورها از همدیگه است. دشمن موهوم درست کنن. دشمن اصلی را که استکبار است، که کمپانی های متجاوز و متعدی و وابستگان آنها که صهیونیست است، اینا دشمنان اصلی. اینا رو در حاشیه نگه دارن، دشمن موهوم درست کنن. ایران در مقابل عرب، فلان قومیت در مقابل فلان قومیت دیگر، شیعه در مقابل سنی. این چیزهایی است که سیاست‌های دشمنان اینهاست. باید با این مقابله کرد. این مقابله با یک چنین سیاست‌هایی مقابله با جاهلیت است. جاهلیت مدرن امروز جاهلیتی خشن، بیرحم، قسیل القلب و مجهز به انواع و اقسام ابزارهاست. هوشیارانه باید با این مقابله کرد و ملت ایران این مقابله را کرده است، باز هم خواهد کرد.